السلام علیکم مردم مهاجر، مردم تاجیکستان. یک سال می شود که من از محمد تیوی بچه ها بلیت خرسوز که بودن برای من توصیه دادن که یک بار بلیت خرچی ممکن است برد میکنه. من بلیت خریدم 3 دانه برد کردم. محمد تیوی در پرمای افیر به من زنگ زد، گفت که تو کیا اپتیما برد کردی، زنگ ما رو انتظار شد. بعد من زنگ زدم خودم، گفتن که ما ماشین میتیم پول سوم نمیتیم. گفتن من راضی شدم. بعد گفتن که ماشین نمیتیم پول میتیم. گفتن چند پول؟ گفتم 850,000. گفتن من اینش من راضی شدم. بعد خلاصی گپ همین که من بینانه چقدر گذشت زنگ مرا نمیبردارد و من صفحه نمی نویسم، جواب نمیدهد. من خودم آدمی معیوبی گروهی دویمم، آدمی اینولید. من نمی آیلی که کم به پاوری بچه ها افغان میپزم ایسابی اما من به آیلیک میتید، آیلی که کم به کار میکنم. من دیگه دستم دیگه یگان کار نمی بیاد. همه اینها دروغ میگوید. جوانای محترم، من از شما خواهش، مهاجرا جوانا، از همه اتان خواهش میکنم که به محمد تیوی باور نکنتان، همه بازی ها بلیت نخریدان. من میدونم که جوانا بسیار بلیت میخرن. باور نکنتان، اپای خواندن شویتان، اینستیتوت بدرویتان، مکتبای ناس خوندتان. این بازی ها باور نکنتان. من فریب خوردم، شما نه فریب خوردن نمیخواهم. مهاجران محترم، من فریب کرد. بین خلق من اونجا 58,000 آدم بلیت خریده بود. من نمیخواهم که شما هم همه فریب خوردتان و بین خلق به آوازه و گپ شویدان. همون به اسمون خواهش میکنم که بلیت نخریدان. وی فریبکار مشینک وی بلیت نخریدان. التماس.